محمد شاه مسعود هستم و در قاموس از او چیزی به نام فرار، تمدید و رها کردن ملت در لحظات درد، دشواری و اضطراب نبود. و اگر من فرار میکردم شاید من از دید جسمی زنده میبودم، ولی با مجرده که در هر گوشه دنیا میرسیدم از دید روحی من امون لحظه میمردم و از دید در اذهان ملتم و همسنگرایم برای ابد به عنوان یک نقطه تاریک و به عنوان یک لکه در جبین تاریخ ملت خود درج میشدم و من حاضر نبودم به هیچ قیمتی به این لحظات دشوار سخت من نمیخواستم ملت افغانستان را ترک کنم. خاک بالای ما حق داره و این لحظاتی بود که با صدای خاک و ملت خود لبیک میگفتیم. من انسان بی‌نقیصه نیستم، من هزاران بار اشتباه کردم، ولی در موقعی که من قرار داشتم با عنوان معاون رئیس جمهور من نمیتونستم که اون تصمیم را ویتو کنم. متاسفانه امریکایی‌ها از ما با یک روش بسیار نادرست غیر دیپلماتیک خواستن که این زندانی ها را رها کنین، ورنه ما کمک های اقتصادی و تسلیحاتی و نظامی خود را بالای شما قطع میکنیم. وقتی که ما وضاحت خواستیم که اگر اینا را رها کنیم میرن در جبهات جنگ، امریکا زیاد بالای قوت دیپلماتیک و قوت مذاکراتی خود حساب میکرد. متاسفانه در مرکز از این مذاکرات یک شخصیت بی اصول به اسم آقای خلیلزاد بود که امروز به نظر من هم یکی از مسئولین از این شرمساری خلیلزاد است. در ارتباط از این که طالبان تغییر کردن یا نکردن، ما قرائن زیادی را در اختیار نداریم که طالبان تغییر کردن. مثلا من به عنوان کسی که سابقه استخباراتی و اطلاعاتی دارم، ما 2-3 روز قبل میدانستیم که طالبان با یک رشته بمبگذاری‌ها به عنوان از این که داعش میخواهد بمبگذاری کنند فاجعه میدان هوایی را ختم کنند، ولی در عقب از این بمبگذاری خودشان هستند. و من به نقل قول از رهبر شهیدم که گفته بود وقتی ملت به پا بخیزه هیچ اسلحه ارادهش شکسته نمیتونه و من به این گفته ماندگار از اونا معتقد هستم. و دوم، کشورهای منطقه حاضر نیستن که افغانستان مستعمره پاکستان باشه. همه میدونن که طالبان یک گروه نیابتی هستند، دستور از پاکستان میگیرن و وزیر خارجه پاکستان در این روزا به نقش سخنگوی امور خارجه طالبان عمل میکنه. دنیا مقروض ملت افغانستان است، و خصوص مقروض مقاومت ملی افغانستان است. ملت به خاطر تعیین رأس نظام باید صدا داشته باشند، زن باید اجازه مکتب رفتن و حق دسترسی به خدمات صحی و طبی داشته باشند و مسائل دیگه. آزادی بیان باید وجود داشته باشد و ما گلوی ملت به خاطر انتقادش خفه نکنیم. روی از این ارزش‌ها اتحادیه اروپا باید مسئولیت اخلاقی خود را ادا کنند و از مقاومت ملی افغانستان پشتیبانی سیاسی و اخلاقی بکنند و ما از تمام مؤسسات کمک رسان می‌خواهیم که و پنجشیر به عنوان دره که امروز نمایندگی از تمام مظلومین افغانستان میکند ببینند و با کمک‌های خود سرازیر بسازند. باید یادآور شوم که پنجشیر در مقاومت تنها نیست. دره دیگه به اسم اندراب در روزهای گذشته شجاعانه علیه ظلم و وحشت طالبان مقاومت کردند. بخش‌های از کاپیسا در اختیار ماست، بخش‌های از پروان در اختیار ماست، بخش‌های از نورستان در اختیار ماست و بخش‌های از تخار در اختیار ماست. اگر طالبان تن به سازش سیاسی ندن، فقط زمان در بین است که اینا با بحران بسیار عمیق مواجه شوند، بحران عمیق نظامی. ولی همین لحظه که ما با شما صحبت میکنم طالبان مواجه به بحران مشروعیت هستند. نه مشروعیت خارجی دارن نه مشروعیت داخلی دارن. آنچه که در اختیار دارن وسیله خشونت است. تشکر از شما. خدا